سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. ما در نظر میگیریم که شما بازی حالا به هر طریق نصب کردید و میخواید اون رو اجرا کنید و یکی از بزرگترین مشکلات شما بعد از نصب خود بازی ورود به بازیه. اینو داخل پرانتز بهتون بگم که بازی لایسنس داره و شما بعد از دانلود از هر جا بجز فروشگاه گوگل پلی احتمال 99% اخطار دانلود از گوگل پلی رو دریافت می‌کنید. حالا این اخطار رو گرفتیم چیکار کنیم؟ شما باید با استفاده از لاکی پچر باید لایسنس و بازی رو حذف کنید که شانس این کار هم 50-50. احتمالاً خودم این راهکار رو امتحان کنم. اگه جواب داد براتون ویدیوشو میذارم. از موضوع اصلی دور نشید. داشتم میگفتم شما بازی رو نصب کردید، الان هم میخواید وارد گیم بشید، ولی بعد از وارد کردن اکانتتون خط آبی پر نمیشه و دانلود در اون برنامه براتون اتفاق نمیفته. اینجا شما به یک فیلتر شکن نیاز دارید که فقط بتونید وارد بازی بشید و دانلود در اون برنامه رو انجام بدید. حالا یه فیلتر شکن وصل نمیشه، یکی ضعیفه، یکی هم با اینترنت سیم کارت کار نمیکنه و از این جور مشکل. داخل این ویدیو من اومدم الکترو دی ان اس رو بهتون معرفی کنم که هم سرعت بالایی داره و با یک کلیک وصل میشه و میتونید راحت وارد بازی بشید. لازم به ذکر که بهتون بگم اگه مشکل از اینترنت باشه بازی فقط داخل بخش اولیه، یعنی همون لودینگ گیر میکنه، ولی به هیچ وجه کرش یا صفحه بازی سیاه نمیشه. اگه اینجور مشکلات براتون به وجود اومد میشه گفت مشکل از فیلتر شکن نیست و از دستگاه خودتونه. لینک دانلود این برنامه رو هم براتون داخل بخش دیسکریپشن میذارم و حتی اگه نتونستید و لینک مشکل داشت شما میتونید از داخل گوگل با سرچ الکترو دی ان اس اونو دانلود کنید. امیدوارم ویدیو به درتون بخوره. من دیگه روی این ویدیو حرفی نمیزنم و بریم ادامه گیم پلی رو ببینیم.